خنده بر لب و اشک در چشم. با چنین چهره مریم را پیشواز گرفت بابایش محمد رحیم شایف. یک سال انتظار همین مریم بوده. من آواز به تاجیکستان برگردوندن. اینا سلامتیش خوبه، نغزه. خرسندی بابا از این است که بعد تک و دوهای زیاد نبیرش را از عراق آوردند. میگرید از آنکه در درگیری های عراق پدر و مادر و 4 برادر و خواهر مریم را از دست داد. نه ولی صحبت نکرد، ولی کمتر صحبت و صحبت میکنه. مریم دختر جمال الدین شایف ساکنی ناحیه حصار است که همراه همسرش صدبرگ شامیرزای و ساکنی شهر دوشنبه و 4 طفلش سال 2016 با قصد مصر تاجیکستان را ترک کرده بود. پیوندانش میگویند بعداً خبر یافتند که آنها به عراق رفته طفل پنجمشان در آنجا تولد شده است. اینا صورتای دودراش اینا، خواهر و دودر همش اینا با خودش اینا. اینایش عبدالله، اینایش فاطمه، اینایش اویشما. مریم 11 ساله بار اول ماه اوگوست سال 2017 از خود درک داد و ماه فوریه امسال از طریق شبکه‌های اجتماعی پیدا شد و از تقویش با نام سعید خواهش داشت با او تماس گیرد. بعداً خبرنگاران رادیوی آزادی بابای او را در ناحیه حصار پیدا کردند. محمد رحیم شایف بر رادیوی آزادی تقدیر پسر و کلین و نبیره‌هایش را مفصل نقل کرد. اینترنت نشان دادن این همین نویرای ما ها. عراق در غلطیده در همونجا به صاحبو همونجا به دست اینا. با امداد سازمان صلیب سرخ و مقامات تاجیکستان بابا و نبیره به وصال هم رسیدند. مریم را صبح 25 اپریل از مسکو به دوشنبه با 3 کودک دیگر آوردند. همراهان مریم نیز در عراق بودند. اعضای یک عائله هستند. حق باوری داشتیم که میارن شهر. وعده کردن تاجیکستان که میاریم. همینه برگردونده میاریم. آوردن شهر اینا. سوخ سلامت داخل دادن. اسم دادن. همه به صلیب سرخ که یاردم کردن. مثلا چند بارات این قدیش صحبت کردیم. برای آزادی سلامت باشن. خدمت کردن. مریم بعد از سفری طولانی که داشت بیمدار بود. گپ زدن نخواست. اما به نظر می رسید وقت لازم دارد تا به محیط نو عادت کند. تاجیکستان رسما اعلام کرد که تقریباً 300 کودک تاجیک در مکانهای جنگ سوریه و عراقند که آنها را پدر و مادر به آنجا بردند. این 4 نفر اولین کودکانی هستند که مقامات تاجیک با میانروی تشکیلات صلیب سرخ به تاجیکستان آورده است. تاجیکستان در عراق و سوریه نمایندگی ندارد، بنابراین جستجوی دیگر کودکان دشوار است. مقامات تاجیک گفتند تمام تلاش ها را خواهند کرد تا کودکان تاجیک را به وطن بیارند. در تاجیکستان بابا و بیبی های زیادی هستند که میخواهند صبح صادقشان به مثل محمد رحیم شایف به مژده وصل آغاز یابد.